من حیرت میشم، راست گپ حیران میمونم که چرا مفتیات کشور، چرا مفتی کشور و علمای منبردار واکنش نشان نمیتین. برادر حاجی میرزا که شما من میدونم به نزدیکی آمده بودید روسیه و حرفای گفتید. بچه‌های استودنت برای سطرش پیش دانشگاه برده استیان خدا به خبرو های محمد است. تا درجه به مسئولیت شدیم که والله در مسجد همه غیبت هست، سخنی از سیاست هست، از همه چیز هست، اما سخن خدا در مسجد نیست. چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، او مجبور استم. نه دولت دمی رای مرا گرفته میتواند دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم. این را من باید بیان هدفشون نخواهد رسید. من حیرت میشم، راست گپ حیران میمونم که چرا مفتیات کشور، چرا مفتی کشور و علمای منبردار واکنش نشان نمیتین. برادر حاجی میرزا که شما من میدونم به نزدیکی آمده بودید روسیه و حرفای گفتید که نباید میگفتید ولی گفتید. ببینید شما موظفید، هر یکی ما و شما مسئولیت داریم، مسئولیت داریم که تذکر تیم. شما از منبرهای خود، شما منبر ندارید میدونم، ولی در هر جایی که هستید تذکر تیم که آقای حکومت، برادرای حکومتی، رئیس جمهور کشور، این کار اشتباه است، این کار عاقبتش وای است. هیچ خوبی به هیچ احدی از کشور از این قانون نخواهد رسید. بیستید، فکر کنید، تفکر کنید، نکنید این کار. و بازم توجه من به همون ملاهایی که امروز در منبر دارن، فردا همه ما و شما را مرگ دریافت میکنن. ما و شما میرنده ایم، بنده هستیم و میمیریم و این منبرهای شما و این کت و کت های شما و این ماشین ها و جیب ها و همه از بین میرود و فردا ما نزد خدا خواهیم آمد و از فعالیتمون باید که حسابات تیم نزد خدا. و این دنیا خودش میگه که در قرآن که برای بازیچه نیست. خب حالا که برای بازیچه نباشد و شما در منبرهایی که امر معروف میکنید و مردم به خداشناسی و تقوا و پرهیز دعوت میکنید، صدا بلند کنید، صدای خودتان را در منبرها بلند کنید و دعوت کنید از حکومت و برسانید به همون 4 نفر خری که امروز دارد بالای دشمن برنامه‌ریزی میکند، بالای مردم دشمنی میکند. فهمونید، تذکر تید، اگر نمیدونند باید بدونند این وطن ما است. حفظ تنجی و آرامش صلح برگردن ما و شما است. هی مردم، هی مردمی که میخوای بالای این مردم این بلا را بیارید. این قانون عاقبت خوب ندارد. این قانون بر دروغ است و هیچ ربطی به دنیویت و سکولاریسم ندارد. این قانون زکسی بیرونه ها هست و بعد دستی کمیته زنان و آیله و بدادستان کول و دیگر میخوان اینا راهنمایی کنند، برنامه ریزی کنند، پیاده کنند بالای مردم و انشاءالله که موفق نخواهند شد. و حالا شما میبینید که اگر حرف ما به بالاها برسد و فهم پیدا کنند، حتما این قانون تغییر خواهند داد و این قانون رد خواهند کرد و این مزخرفات بالای مردم تحمیل نخواهند کرد. من از همه شما خواهش میکنم در هر جایی که هستید، در کدام منصب و مقام و مرتبه‌ای که هستید، واکنش نشان دهید. به خدا قسم فردا سید مکرم مفتی کشور فتوا خواهد برآورد که هی مردم، قبله ما طرف مکه نیست، طرف پکین است.
قبلش را طرف پکین میکند و مردم را مجبور میکنند که طرف پکین نماز خوانید. ببینید قدم به قدم آهسته آهسته دارند آزادی های مردم را سلب میکنند. برای چی؟ برای آنکه مردم خاموشند. مردم از حق خود دفاع نمیکنند و دیگر این قانونی که باید قبول کنند روز 18 برمیگردد به ناموس مردم. شما به ناموس مردم بازی نکنید. این مردم حقش هست. شما هیچ حقی ندارید که بالای زن مردم برنامه‌ریزی کنید. شما بیاید کارخانه زنید، شما بیاید مکتب زنید، دانشگاه زنید، مردم سطحی سیاسی فرهنگی و زندگیش بهتر کنید. حالا همه کار انجام دادید، مردم نانی خوردن ندارن. شما میبینید بالای مردم میگید که ایزار نپوش، رویمال نپوش، ریش نمان، نمیدونم این طور نخوان اون طور نخوان. خب یک حکومت کار دیگر ندارد؟ از برای خدا، از برای انصاف، حکومت کار دیگر ندارد که همه کارش انجام داده آمده بالای ایزار و رویمال مردم برنامه ریزی میکنند؟ بنابر همین دوستای حکومتی، من خیلی از دوستان در حکومت کار میکنن، من از شما خواهش میکنم جلوی این بدبختی رو بگیرید. نکنید که جامعه بدبخت شود، نکنید که وضعیت ویران شود. باور بکنید این قدم به قدم رفته به ویرانی آورده میرسونه این کارها. من از همه معذرت میخواهم چون که صحبت احساسی بود و چند نفر از دوستا و برادرها برای ما نوشتن، حتی نفرها زنگ زده گریه کردن، به خدا قسم گریه کردن که چی آفتی است بالای مردم. من از شما خواهش میکنم در هر جایی که هستید واکنش خودتون نشان دهید و هر چقدر که میتونید این نوا را پخش کنید، ببینند و فهمند که مردم در حفظ دین و دیانت خودشان هستند. مردم نمردند، مردم واکنش نشان خواهند داد. و من همچون یک حقوقدان، همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک برادری شما، کاری من فقط تذکر دادن است و من تذکر دادم. آقایان، برادران حکومتی، اشتباه میکنید، از این کار دست کشید، عاقبتش وای است. اگر سوالا باشند زیر این ویدیو نوشته کنید، من با لطف خدا انشاءالله به سوالای شما جواب خواهم داد. خدا یار و مددگارتون باد. با خود بیایید. امروز او لباسی که بالای ما آوردن از زانو بالا و از آرنج بالا، والله لباس ملت تاجیک نیست. قسم به خدا ملت تاجیک و ملت مسلمان این خیل لباس در حیاتش دیدگی نیست. لباس تو ای زنی مسلمان، لباس تو ای مردی مسلمان، لباس محمد و زنهای محمد است. تا درجه به مسئولیت شدیم که والله در مسجد همه غیبت هست، سخنی از سیاست هست، از همه چیز هست، اما سخن خدا در مسجد نیست. پس این ملت کجا بروه؟ پس مسئولیت این ملت در دست کیست؟ اگر این خاندان تا خودت اگر فرائض الهی را تعلیم نتی، اگر سنت پیغمبر را تعلیم نتی، اگر همو قرآن تعلیم نتی، پس به فرزندی تو کی رحم میکنه که خودت رحم نکردی؟ روزی انگاه چند ساله ممکنه؟ ممکن نیست. نه زنا در مردا در چند سال چخه؟ ممکن نیست. من تاجیکانه بندنم پریو تروبای این خیلی زنکای کلان در میگن که ممکن نیست نه؟ کلانا چخه که چون ویدیومو پیشتر این میبرم از سین سال شما آدم سین سال ما بندن تاجیکانه بندن نه مثلا چند اینه؟ اینه 48 ممکنه؟ 48 ممکن نیست، خطر ممکن نیست. سطر ممکن نیست؟ تاجیکانه بنده خیلی پده انا من آخر مختم نکنم. این یه چی دیگه ده انگاه این خدا به خبرها سطره بود دستیم. خدا ترا داو دنیا جزا تامت
الله جزا تمیت کمیسریت. استودنت برای سطرش پیشی دانشگوش بردستیان خدا بخبرو. الله سبحانه و تعالی ما را مکلف به بیان دین کرد. قرآن و حدیث که چیزی میگه، چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، او مجبور استم. نه دولت دمیرای مرا گرفته میتونه دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم. این را من باید بیان بکنم. این که سری تو تطبیق میشه جناب محترم گناه من نیست. اگر من در مجلس من زناکار بد میگم و یک زناکار بخیزه برای من بگویه که تو خو مرا گفتی، من خو نام تو را نگرفتم جناب، خو خود نمایان میکنی که بله من زناکار هستم، خو گناه خودیت است. اصلاحی تا بکن، توبه بکن به الله. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال همین مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده، کدام ورق تظاهرات پیش کردی؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برش میره، کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کردی؟ تو را به الله قسم در این قریه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنه کباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ابنای اعتراض سرش کردی؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بکی فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تعصب رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی، اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم غیرت نداره، و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده؟